من تبریز که بودم بهجت تخلص میکردم. اولین شعرم هم که شنفتید، اولین شعرم فارسیم این بود که من گنهکار شدم وای به من، مردم آزار شدم وای به من. وقت در 11 سالگیم مثلا اون غزل معروفی که الانم از کار گلزار شود، گر تو به گلزار آیی نرخ یوسف شکند، گر تو چون تو به بازار آیی. 4 بیت اینو من در 12 سالگی در تبریز ساختم. اون وقت 4 بیتشم در تهران تا شهریار زنده بود با یاد یکی از خاطره هایی که در تبریز داشتیم، و آخرش بعد از شهریار در 1308 که شهریار مرحوم شد اونجا تموم کردیم. منظور از کوچکی این ذوق شعر تبریشه با من بود. اون وقت تبریز بهجت تخلص میکردم. وقتی تهران رفتیم تصادفاً اون خونه‌ای که ما اون سال اتاقی ازش اجاره کرده بودیم اسم اون خانم بهجت بود، بهجت خانم بود. من دیدم که بهجت در تهران اسم زنانه است. وقت مرحوم شهریارم آمده بود، اونم هم سن من بود، اونم درست از بچگی با هم بود. صحبت کردیم که این اسم تخلص رو عوض کنیم، بهجت رو عوض کنیم اسم دیگه. و فکر کردیم چیکار کنیم، گفتیم از حافظ بگیریم، از خواجه. وضو گرفتیم و رو به قبله نشستیم و الحمد سوره خوندیم برای اوان خواجه و اون حرف معمولیش که میگن ای خواجه ای حافظ شیرازی بر من نظر اندازی، من طالب یک فالم تو کاش ولازه. اینم گفتیم و باز کردیم. این غزل آمد که سحر چون خسرو خاور علم در کوه ساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد، که بیت آخرش این است که چه دوام عمر و مال او بخواه از لطف حق حافظ، که چرخ سکه دولت به نام شهریاران زد. معلوم شد که خواجه نام شهریار. و اون موقع در اون سن ما خیال کردیم که حافظ ما رو مسخره میکنه، چون هیچ تناسب نداشت که یه بچه تبریزی 14 ساله رفته تهران و تخلص شهریار باشه. گفتیم که یه دفعه دیگه بپرسیم، این نشد. اون وقت گفتیم حافظ جان ما یه تخلص درویشانی میخواییم، شهریار برای کلاهیست برای سر ما خیلی گشاده، یه اسم فقیرونهی برای من. اون وقت دوباره باز کردیم. این سفر این غزل آمد که مصرعش این است که روم به شهر خود و شهریار خود باشم. حتی این آخری آمدن تبریزم رو هم پیشگویی کرد. وقت او شهریار عاقل‌تر از من بود، گفت که تو هنوز اول جوانی، آخه تو از آتیه که خبر نداری، این حافظ لسان و غیبه، این سخنگوی خداست، این از طرف جهان بالاست که این اسمو به تو میدن، تو از آتیه خودت چیکار داری؟ شاید در آتیه سزاوار باشی برای این نام. و این استعدادی که من در تو میبینم هیچ استعدادی نداره که یه شاعر بسیار عالی مقامی باشه. و به علاوه چیزی که حافظ میده، آدم خلعتی که بزرگتر میده رد نمیکنه، رد احسان نمیکنه. این بود که ناچارن قبول کرد. ولی چند سال که من شعر میگفتم، شهریارم تخلص میکردم، معمولا برای رفقام اون بیت آخر رو نمیخوندم، خجالت میکشیدم. تا بعد از 4 سال اون وقت دیگه واضح شد که بله من طبع شعر واقعی دارم.